من شب مکزیکی هم نه واقعا هستی نه جدی شبیه خورده فروشای کالتو. نه شبیه اون بناهاشونه که فقط یه تسک دارن. سی نیویورک هست. آره. Hola mister. آفرین. Abataco. کنتور میشماره بیماز هر دور میسازه یه راز کنتور میگه وقت نمیمونه زندگی یه خطه که هی میدونه. سلام علیکم میکنم باهاتون دوستان. سلام به کمپرت. خیلی خوش اومدید به کمپرت. خنده داره کمپرت. کاش میذاشیم کمپرت. نمیدونم بچه. یه چیزی نکته جالب بگم، ویدیوهایی که میداره به دستون میرسه قبلش 2-3 تا دیگه هم ضبط شده بعد پاک شده یا دوربین خراب شده و وسطش ما دوباره گرفتیم. چند تا سوخت داریم. آره هر برنامه که میبینی حاصل 3 تا برنامه قبل اونه. امروز قرار در مورد عزاداری، مراسم عزاداری توی مملکت خودمون و ممالک دیگه صحبت بکنیم. چه اتفاقاتی در مراسم عزاداری میفته، چه رسم و رسوماتی وجود داره، چه چیزهای خنده‌داری اتفاق میفته. عجیب ترین مراسم به نظر من کلا مراسم عزاداریه تو ایران و من دارم برای خودم همینجوری حرف میزنم و اینا نمیتونن هنوز درست کنن صدا رو. مشکلتون چیه الان شما دوتا؟ دنبال ستینگ اینیم که صفحمون میخواد دیسپلیش خاموش نشه. هی قطع میشه. خب برو توی دیسپلی. بچه‌ها همونجوری که میدونید، همونجوری که سعید جان گفت، این اپیزود بارها ضبط کردیم ما. حداقل 3 بار ما راجع به این قضیه صحبت کردیم اینجا، تازه یعنی جاهای دیگه هم باز صحبت کردیم. من ولی هیچ یادم نیست جدی. افتاد تو قبر. یادم اومد. چون موضوع برنامه عزاداریه، همایون ارشادی هم از دست دادیم، بازیگر خوب و توانمند کشور. بچه‌ها می‌دونید همایون ارشادی چه جوری پیدا کرده؟ کیارستمی اولین بار حدس بزنم فلافلی بوده کار می‌کرده. حدس بزنم من گیم نت بوده. آره ولی میدونی اولین بار چه جوری پیداش کرده؟ حدس بزنم من گفته بیا برام ویلا بساز. نه میگن تو خیابون پشت چراغ، ولی میگن من یکی دیدم تو هم توییتر نوشته بود که نه دختر خاله ارشادی دوست صمیمی اصلا کیارستمی بوده. کیارستمی کلا اون موقع خیلی دوست صمیمی دختر داشته. یارو من داستان خوبه رو بگیم دیگه. پشت چراغ قرمز میبینتش، میگه که یه جلوتر میگه وایس کارت دارم. یه دوست داری بازی کنیم؟ میگه من بازیگر نیستم. میگه من مشکلی ندارم که بازیگر نیستی و اینجوری پیداش میکنن. چون کیارستمی اکثر بازیگراش نابازیگرن دیگه، یعنی آگاهانه دوست داشته که نابازیگر استفاده کنه توی فیلماش. مثلا اون آقایی که میگه رفتم خودکشی کنم توت چیدم آوردم. رفته بودم خودکشی کنم توت چیدم آوردم اینجا. آقا یه توت ما را نجات داد. آفتاب چه آفتابی رفیق. اون اصلا در دیوار رو نگاه میکنه. یعنی شما اون باقری بود فیلم. باقری هی میگه باقری. یه جاش میگه تو دوستمی، بری دوستمی، نری هم دوستم. خیلی باحاله. بمانه هم دوستتم، بری هم دوستتم. سرم بره قولم نمیاد. این دیالوگا که ولی نوشته شده است. دیالوگا رو بهش گفته ولی بازیگر نیست. ولی ببین مثلا اینجوری نبوده که مثلا سعی کنه پلان‌های زیادی بگیری که یارو خوب دیالوگو بگه. میذاشته خود یارو بگه دیالوگو. میدونی اگه مثلا یه نفر رو فکر کنم اینجوریه، مثلا یه نفر رو بیاری که ندونه این قضیه چقدر مهمه، اوکیه، کارو در میاره. چون مثلا میدونی آدم استرس میگیره. اگه تو مثلا باشه که این داره ضبط میکنه، همونجوری مدل خود میگیره، میره سراغ آدم‌هایی که دقیقاً همین جنسن دیگه. یعنی میره سراغ آدمایی که مثلا اون حالت پیور رو دارن. مثلا یارو هر کاری هم سعی کنه بازم بازیگر اونجوری نمیشه. خب بله، شکسپیر میگه جهان صحنه نمایش است و مردان و زنان بازیگران ها. آفرین. حالا یه چیزی من به شما بگم، مثلا همایون ارشادی مثلا یکی از کارهای بین‌المللیش بادبادک بازه که مثلا یک فیلمی. نه الان دیگه بادبادک گراس کمدی دیگه، درسته؟ تن من درد میگیره. یعنی باور کن عضلات بایسپس هم کمدی میکنم، کمدی کردم. آخه یه جورایی هم درسته داستانش. آخه بادبادک بازه، یعنی صاحب بادبادک رو
بازی میکنه باش. هر موقع این باید اسمش بیاد. یه مستند من دیدم، مستند راجع به این داستان چیز تو افغانستانه، پایین تر از سن بچه‌ای که خیلی کم سنن و اینا. یه اسمی داره واقعا وحشتناکه. شاهد بازی، پسر بازی، همچین چیزیه. وای خیلی بد، اصلا دیوونه میشدم. خیلی چیز وحشتناکه. اینا چیزایی که بالاخره زیر پوست شهر وجود داره. ماشین میره دم مغازه انتخاب میکنه. مثلا برای صبحانه و نهار و شام داستان سریالی میخورم، یعنی اصلا داستان قتل و جنایی میخورم، مثلا برام مهم نیست، جذابه برام. خب مثلا ببین الان شما به صورت رندوم یه قاتل سریالی که میشناسی بگو. تد باندی. مثلا تد باندی. میدونی تد باندی خودش توی دادگاه خودش وکیل خودش بوده؟ یزدی بوده. ببین تد باندی روزی که میفهمه پول وکیل نداده، باندی وقتی روزی که میفهمه میخوام بگیرنش، انگار اینجوری میشه که من دیگه دارم میرم زندان، باید این لحظات آخر دیگه تمام استفادهمو بکنم. میره توی یه خوابگاه دخترونه، خب، و مثلا در عرض چند دقیقه 3-4 نفر اونجا میکشه و بهشون تجاوز میکنه. خیلی عجیبه دیگه. خوشه چینی. حالا من با قتل مشکل ندارم ولی تجاوز واقعا بده. هفته‌ای که گذشت کار کردین؟ هفته‌ای که گذشت من رفتم سفر، مکزیک بودم. این کلاه ها رو اونجا بردی؟ سومبررو. آره سومبررو، همون که رو دیوار اتاقش زده سومبررو هست. سومبررو اسپورته که رینگ داره. من شبیه مکزیکی هم نه؟ واقعا هستی؟ نه جدی شبیه خورده فروشای کالتو. آره نه شبیه اون بناهاشونه که فقط یه تسک سی نیویورک هست. آره. اولا میشتر اما تاکو. تو چی کار کردی تو این هفته؟ من هفته خوبی داشتم، جالب بود هفتم. حتی ما داریم درستم میگیم چون اون مال هفته قبل بوده اون برام. من سریال پلوربیوس رو نگاه کردم، 2 قسمتی که اومده بود و نمیدونم سریال چیه و ندیدم، ولی مطمئنم اشتباه گفت. کارگردان بتر کال سال، بریکینگ بد و آره و اون یکی چیه؟ بس زره تو فضای ویروس و اینا. این دفعه داستان کاملا متفاوتیه. همه آدمو خوشبینن، یکی خوشبین نیست. حالا من یه قسمتشو دیدم فهمیدم خیلی این نیست، ولی آره. یکم برای من کند بود فقط سریالش. من واقعا میگم مشکل منه حالا اینقدر کنده، ولی بعد خیلی دیگه هم گفتن کنده، واسه من کنده. کلا سبکش کنده، اصلا سبک تندی نداره. ببین بعد اینم خیلی تعلیق زیاد دارن. ببین واسه کسی که مثلا طرفداره، مثلا چه میدونم یه سریالایی که همش اتفاق پشت هم داره مثل گیم آف ترونز، یا مثلا چه میدونم اونی که نقاب میزدن قرمز میپوشیدن چی بود؟ گاتساد پیپل. مثلا کسایی که طرفدار اونا نمیتونن طرفدار این کارگردان خیلی باشن، بخاطر اینکه باعث اون کاری که این میکنه اینه که شخصیت رو تو همون قدر که داستان پیش میره بشناسی. اینجوری نیست که بیاد یه شخصیت رو یهو 0 تا 100 واسه تعریف کنه و این میذاره بشینه تو جونت. اصلا سبکش اینه. ولی مثلا بعضی کارگردان خیلی رو ریتم تند و مثلا کاراکتر رو سریع، مثلا یارو توی لا کاسا دل پاپل همون اول میگه این یارو حرومزاده است، اینو حامله کرده، آدم بدذاتیه، اینا رو لو میده، اونجا رو هم منفجر میکنه، همه جوری بهت میگه که این پوفیوزه. ببین تو عنوان یه کارگردان، ببین این مثلا سوپرانوز و بریکینگ بد توی دی ان ای میشن. بله اصلا اگه سوپرانوز نبود بریکینگ بد ساخته نمیشد، چون کلی الهام گرفته ازش. و ببین این مثلا اینا یک خط تسبیح دارن. مثلا ادای احترام بریکینگ بد بارها به تارانتینو شده توی سکانس های مختلف و خود تونی سوپرانو ادای احترام به اسکورسیزه. سیروس الوند اینه که من چرا گفتم مثلا برام چیزه، من چون مثلا صحنه‌ای بود که مثلا احساس می‌کردم المان هایی که تو چون ناکن مثلا کاسا د پپل یا مثلا اسکوید گیم اینا اصلا تو خیلی دقت نمی‌کنی چیا تو تصویر هست، المان هایی که هست، ولی مثلا تو سوپرانوز دونه به دونهش. ببین ادای احترام اینجوری نیست که بیاد عیناً یه صحنه رو مثلا می‌بینی مثلا چی کار کرده کارگردانش، این که
یکی از امضاهای تارانتینو این نماییه که در صندوق وا میشه، دوربین توشه، 2 نفر وایسادن بالا سر یه چی که معمولا یا گروگانه یا جسده، خب ولی دوربین تو صندوق، در صندوق وا که توی برکینگ بد و بتر کال سال به تکرار این دیده میشه. این مثلا یه نوع ادای احترام به اون داستان. من علی اوسیوان هم همینجور همیشه میگم من داستین هافن خیلی الگو قرار میدم. ببین من اتفاقا دیروز یادت کردم، میدونی چرا؟ من داشتم فیفا بازی میکردم دیروز، بعد همینجوری اتوپلی یوتیوب داشت پخش میشد، بعد رفت یه دونه از این اسپید دیتا، خب یه پسره اومد گفت من کافه دارم فلان و اینا، یه موش فرفریه. گفت ما خانوادگی هنرمندیم. گفت پسره گفت چیکاره؟ گفت عموم علی اوسیوان. گفت علی اوسیوان کیه؟ گفت همونی که توی اخراجیا با آرپیت خورد زمین. نه سعید دهنت سرویس. شما هفته که گذشت نگفتی؟ من 7 روز هفته رفتم اسکواش. رباتش آسیب دید دیگه. ربات هم آسیب. منم هفته قبلمو پی ربات سامان بودیم. اتفاقا بوستون چیزی ربات جدید زده. بوستون داینامیک. بچه‌ها دیدین چقدر ربات‌های جدید دارن میدن و چقدر بلند ربات‌ها؟ یه دونه آوردن تو اکسپو دبی، گفتن هر کی بتونه اینو بندازه زمین مثلا باریکالله، جایزه هم نمیدیم. خب یه نفر اومد چنان لگدی به این سگ زد، از این ربات‌های سگ بود. خب ببین پرت الکامپ امسال هم داشتیم آخه تو ایران و همراه اول بود یا رایتل همراه اول آورده بودن یه ربات این سگا. یکی اومد با عینه که میان فقط بیان نمایش واسه جمع کردن مثلا خودکار و خوردنی و این چیزا، قشنگ سیسه اصلا ما مشمای دست یارو ساکی که دستش شد مشخص بود توش پره مثلا قدیم سیدی اینا. یه دونه زد به این ربات بدبخت، دل آدم واسه اون میسوزه. تو چجوری دلت میاد ربات؟ حالا بعد یارو قرفه داره من گفت چه فلان با من یه ویدیو توی ایران ربات نمیتونه بیاد، اصلا به ربات غذا دادن مرد. یه ویدیو تو اکسپلور همین صبح دیدم، واسه بچه‌ها تعریف کردم قبل اینکه تو بیای. 2 نفر از اینا که دم پاساژ وای میسن نقره‌ای میکنن خودشون، بردن نمایشگاه تو ایران، روش نوشته بودن 0 و 1. کاش سیو میکردم اینو میفرستادم. سلام، خوب هستین؟ شما مستر دیتا هستین؟ سوالی داشتم. اینجوری میکرد، میگفت من مستر دیتا هستم. یه خانومه هم بود نقره‌ایش و داشتن جدی نقش رباتو بازی میکنن، یعنی میگفتن ما ای آییم. خب بریم سراغ عزاداری. این که دقیقا میگن اصلا این یک فرایند ضد حمله مغزه که وقتی میخواد غم زیاد وارد بشه ناخودآگاه مغزی کاری میکنه که شرایطو واسه مثلا خنده‌دار میکنه، انگار یه چیزی تو مغزت ترشح میشه که شرایط خنده‌دار میشه و واقعا هم شرایط خنده‌داره. مثلا یه سری زجه زدنشون اوکی، یارو ناراحت زجه میزنه، ولی همیشه تو ختم یه سری هستن به زور میخوان گریه کنن. یاداوری عجیب غریب. اصلا نمیتونی جلو خودتو بگی تو ختم نخندی، اتفاقی بیفته ابدا نمیشه آدم جلوش خودشو بگیره. و من مثل چیز میمونه، ببخشید بین صحبتت هم بود، مثل مسابقه جوکر میمونه، نباید بخندی. آخه اینا مراسم اونم یه جوریه، یعنی کل داستان، یعنی از زمانی که سر قبر میرن و خاک میکنن بعد میان و همش یه جوریه، یعنی امکان اتفاق خنده‌دار خیلی زیاده. تو همه این پروسه ممکن اتفاقات خنده‌دار و میفته. ببین بعد میبینید چیه، ما یه سری آدم ها رو در یه جایگاهایی میذاریم که خب نمیتونه. با مثلا طرف اومده بزرگ فامیل، خب یا مثلا برای آقا چه میدونم مثلا دعا بخون، چه میدونم یادشو بگو، بحثا راجع به یکی دیگه صحبت میکنه اصلا یادش نمیاد اینو، یا مثلا به یه بر دیگه مثلا اشتباهی نماز میگن، اصلا کارای اینجوری میکنن و واقعا همش خنده‌دار میشه دیگه. میدونی چی میگن؟ آخه همزمان هم خنده داره، هم اصلا چیز بد و اذیت کننده ایه. چرا؟ فکر کن تو عزیزتو از دست دادی، وضعیت روانت چطوره خود به خود، بعد بده پول ناهار بدی. میدونی من ناراحتم، خب پولم میدم شما بخورید، شما خوشحال شید، من ناراحت‌تر وقت فقیرتر شم.
ببین جز مثلا تو 2-3 نفر از خانوادت آدما خیلی، یعنی میخوام بگم مثلا جز اون شهر، خب میخوام بگم جز اونجا مثلا آدما خیلی به این فکر نمیکنن. یعنی مثلا ببین مثلا یه سوال دارم، الان تو به این قضیه فکر میکردی تا این لحظه که سامان بگه خداییش راستشو بگین؟ نه واقعیتش فکر نمی‌کنم. یه چیزی بهت بگم، من از این بدم میاد که میان بیرون میگن حاجی جوجهش ولی خوردی. نه والا بابا اوکی حالا غذا خودتون چند بار گفتین خداییش؟ من آخه خیلی آدم شکمو، اولا واقعا شکمو نیستم، دوم من واقعا تو اون موقعیت ایراد نمیگیرم. من رو حلوا خیلی حساسم، جدی حلوای خوب باید بدنی. مگه یارو چند بارها جوجه رو چرا باید حلوای خوب بدنی؟ مثلا من یه جا مسجد من حلوای ختم از شام عروسی بیشتر دوست دارم، واقعا میگم اینو، نمیدونم چرا. ببین اصلا بوی حلوا توی مراسم یه جا رد شم یه بوی حلوا بهم میخوره، حلوای خوب اصلا دیوونه. این قضیه کاملا شخصیه، یعنی چون تو حلوا دوست داری داداش تازه سر دیگ داغ بخوری که نه اصلا این بیسکویتیا اینایی که مثلا نون بستنی داره لای نواز مثلا چند تا میخوری؟ ببین خیلی مثلا حالا مورد تو آخرین باری که رفتم ختم یکی ببین سعید بره مراسم ختم خانواده سامان سکته مکته میکنن، حلوا رو همه رو خورده. بابا آخرین بار با 2 تا دوستامون رفتیم مراسم ختم یکی از دوستامون عموش که خب بعد من هی حلوا داشتم میخوردم دیگه، مثلا زد بهم دیگه سعید بسته دیگه خیلی حلوا داری برام، اون نمیتونم جلو خودم بگیرم. یعنی جوجه رو خب همه جا شما میتونید بخوری، حلوا مگه چند بار اتفاق میفته شما حلوا بخوری؟ یه دفعه بمیره رندوم کسی حلوا درست نمیکنه، بعد خب قدیمیام خیلی بد میدونن هی حلوا درست کنی بخوای بخوری. هفته پیش سفارش دادم تو برای من که گوشتگی نمیری که ما حلوا ندیم. سامان شما هم مثلا حلواتون فرق داره با حلوایی که جای دیگه میدن؟ کمتره. نه آجی اتفاقا این حرفا نزن، این حرفا توی شیرینی چیزای شیرین دیگه درباره آره آجی اصلا ببین اینا مهمه واسهشون، خیلی مهمه واسه. برای اون اخیراً قطابتون رسید، واقعا خوشمزه است. من اعتراف کنم 2 بار مثلا مراسم رندوم رفتم تو یه جا مراسم فقط وقت حلواش بخورم. دیده بودین همچین چیزی؟ غریبه؟ عروسی دیده بودم غریبه حلوا خوردی؟ بوی تو نرفتم که مثلا در حدم رفتم جلو دیدم سینی حلواش جلو، ببین واقعا نمیتونم جلو خودمو بگیرم. یکی همین مسجد کاشانی اینجا بود، یکی هم مسجد امیرآباد. آخه نمیپرسن راه میدن، آخه کسی نمیپرسه، یارو میگه اصلا اومدم فاتحه بخونم. همیشه هم چون مشکی تنمه اکثرا ریشم ولی خیلی کترینگ هم بهم دادن تازه مثلا بعدش. مثلا فکر کن یکی الان زنگ میزد کجای سعید اومدم یه جای غریبه حلوا بخورم. نه ولی من هیئت رفتم، یهو داشتم راه میرفتم برم خونه دیدم صف کچ کردم رفتم غذامو گرفتم رفتم. هیئت برای همه است، هیئت مثلا یه چیزی که برای هم رفته مراسم ختم یکی نمیشناخته امیرآبادیه خیلی هم با کلاس بودم. ببین چند تا زن اونجا بودن، من پشمام ریخته بود که از این تم واقعا داشتن انگار یه چیزی میندازن توری هر کسی نمیندازه، توری خیلی تو باید با کلاس و قدیم باشی. بود احتمالاً همتونم مشکی پوشیدید عزاداری دیگه. این چیزی که وجود داره اینه که مراسم ختم، خب ببین اتفاق، من باز اینو میگم، من هیچ مراسم ختمی نشده برم و اتفاقات عجیب توش نیفته، یعنی اتفاقاتی که تو انتظار نداری. خب حرفا زده میشه. خب مثلا ما یه خط رفتیم بزرگی فامیلشون آورده بودن، این واقعا گذشته بودش تو اون مراسم باشه، فوش میداد، بلند فوش میداد، دیدم تو اینجا، بعد میگوزید اصلا بابا. خب ببین بعد نگاه کن، فرض کن به خدا وسط نوحه‌ای که داشت اون بنده خدا میخوند قرت گوزید. خب بعد گوز از این گوز شلا، یعنی میدونی چون مثلا سن بالاه اسفنکتر نیست دیگه. خب آفرین اینجوری، خب بگو آفرین. خب و تو مثلا مگه میتونی نخندی به این بچه؟ ما هم یکی مثل اینو داشتیم ولی اون بنده خدا مثلا سنش بالا بود، ختم کی بود خدا، پدر بزرگی هم فکر کنم بود، از مثلا قدیمی فشن آورده بودن، بعد اینا بردن تو اتاق، گفتم چی شده؟ گفتم بردن لاستیکیشو عوض کنن. لاستیکی پوشکشو بردن پوشه، یارو 90 سالش با پوشک اومد بود. آخه ببین عروسی اگر نیان ختم حتما میان.
آره بعد یارو ماشینم نداشته با 90 صفحه‌شم اتوبوس نشسته اومده. خیلی کار اشتباهی بابا. مجلس خط خیلی کار حساب کتاب دارتریه تا عروسی زر عقب جلو بشه چیزی نمیشه بابا. یارو مثلا تو این داستانا میخوان دفع کنن، خب پات دیز بخور بیفته تو کی میخواد بیاره بیرون. حالا من یه چیز بگم، من پدر بزرگم که مرد بزرگ خاندان بود، بعد اون برادرش میشد بزرگ خاندان. خب این بنده خدا مشاهیرشو یکم از دست داده. هم بنیانگذار بوده دیگه، کوفاندر و فاندر، هم بنیانگذار عالم مثلا. مشاهیرشو از دست داده، یکم مثلا یه حالت هم آلزایمر هم یه ذره نادان شده. آره ببین این صف اول مسجد که نشسته بود، اینجوری تو مسجد نشسته بودن، یه لحظه به خودش مثل ممنتو انگار قبلو فراموش کرد. خب یه لحظه به خودش اومد، فکر کرد تو اعتراضات یا مثلا توی شعار به خدا پا شد شعار داد. یعنی ما ترکا همه فامیل وای میسن، فامیل درجه وای میسن جلو در با همه دست میدن. خب همینجوری که مردم دارن یارو آخونده پا شد مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل داد، دستشو گرفتن بردن. کانتکست فراموش کرد. یودید من اینجام باید بهترین خودم باشم، باید صد خودمو بذارم، عقیدتیمو اینجا باید چیز کنم. مرگ بر اسرائیل شروع کرد شعار دادن. آره اما ما بیشتر عزاداریامون تو دهمون بود، همه فک فامیل اونجا میمردن، میرفتیم اونجا. بعد آب داشتین تو دهتون؟ سرچشمه قنات اونجا بود. چی میگی؟ راست میگم، بهترین آب ایران و اینا دارن تقریبا. اصلا میگفت خودش میگفت بابام گفته که یکی از نقطه استقلال دنیاست اینجا. یکیشا میخشن کوبیدن. بگو 4 تا 3 تا جا رو. اینا میدونن دیگه، نمیگم. سرچ کنید هست. نشنال جیوگرافی سنتر. چین بود یکیش چین. تبت یزدم نه خلیل آباد. یکیش ده سامایناست، یکیش هم تو مسکوه. مسکه ما یکی بود میومد تو مسجد و اینا، تو هم عزاداری امام حسین میومد، هم کسی میمرد میومد. خیلی پیر بود، یعنی از 40 سال پیر بود. خب دندون نداشت، از 40 سال پیش پیر بود. فهمیدین چی گفتم؟ آره. دندون نداشت، شل میشه دیگه، تا اینجاها شل شده بود. کت منو بیار. دیدی بعضیا دندونشونو در میارن میتونن لبشونو بکشن بالا، یه همچین حالتی بود، یه محفظه خالی تو دهن بود. بعد این خورما که بهش تعارف میکردی، مرگ اون آدم خورما خوردن. مکش داشت، این کرمه توی دون بود. چجوری بود؟ 7 تا خورما رو میداد تو. همستری بهش میگن دیگه اونا. تموم مدل همستریه. پیریش واقعا ترسناک میشه نگاه. چرا ترسناک میشم؟ خیلی خوشگل میشم. ببین البته اینم بهت بگم، ما یه ذره فرهنگ اون متفاوته تو عزاداری. خب مثلا خب ما رول مدل یعنی خودمون رو با خارجی ها مقایسه میکنیم دیگه. مثلا میبینیم یارو همه با کت شلوار میان، مثلا سر تابوت وای میسن، مثلا یارو دستمال اینجوری اشکاشو پاک میکنه. اینجا ببین تو گوشش میزنن که بیدار شد. این بانده چی میگن؟ کفن. هی خواهرش میدریدن اینو. این باکس هی میومدن بالا سر جد گرت جر میدادن. گفت داداشم. گفت بابا داداش دیگه رفته، یعنی یارو مثل چوب شده بود. خب هی میومدن اینو آنباکس میکردن. داداشم دیگه داداش نبود، یعنی دیگه نمونده. حالا ترکا یه لیگ دیگه عزاداری میکنن. اصلا ببین توی عزاداری ترکا چند نفر دیگه میمیرن. یعنی تو میخوای خلوص تو به متوفا نشون بدی و خانواده‌اش باید بری پیشش بمیری. اصلا من هیچ وقت یادم نمیره، من عموم مرد، یه عموی دیگم این تا زنده بود سایه همون با تیر میزدن. خب بعد این عمو عذاب وجدان گرفت، گفتش تمام مراسم باید خونه من باشه، مثلا از 1م 3م 7م همه با من. ساعت اول گو خوردم. نه
جمع کرد همه رو. حالا ترکا هم اینجوریه که مثلا بزرگ خاندان تا نخوره بقیه شروع نمیکنن. مثلا ما از صبح کفن و دفن و مسجد فلان گشنه اومدیم رسیدیم خسته، سفره انداختن، عدس پلو گذاشتن، دیسا رو گذاشتن، بشقابا رو چیدن. با منتظر بودیم عموی ما قاشق اول بذاره دهنش شروع کنیم. ببین بالای 4 بار 5 بار قاشق تا دهنش آورد، انقدر بد بازی میکرد. بشقابا از این ملامینا هست طرح کلبه داره، آفرین کلبه. اونا مثل ختمه چون نمیشکنه، تون هم شسته میشه خب چون پرت میکنن دیگه، یه چیز گنده دیگه سری جاره. هی اینو می آورد قاشقو محکم میکوبی تو ظرف، میگفت دلای، گفت داداشم. بعد حالا 3-4 بار که قاشق این کار کرد، این تازه نوه دار شده بود، اینی که فوت گیر داد نوه اینو بیارید من ببینم. بچه نوزاد سر سفره دست به دست بچه رو میدادن آقا ببینه، گریه میگرد میگفت نوهش خوشگل. حالا بچه شبیه چی بود؟ واقعا بچه شبیه عنبوت، یعنی زشت داریم بچه سیاه نرف میذاشتید کنار بشقاب ملامین شروع میکنه این غذا خوردن دیگه. ای بابا یه ذره ماس میریخ روشو. انقدر این صحنه کمدی بود، انقدر این صحنه هی قاشق بالا ول میکرد. بعد تا دیروزش بد بودن ها، من مدت ها قهر بودن اصلا با هم، اصلا مشکل داشتن با هم. ببین اصلا نگاه کن، مجلس خط حالا مثلا برای آدمایی که جوان‌تر فوت میشن اینا مثلا واقعا آدما غمگینن خب، ولی یه سری هستن دیگه مثلا همه کار کرده یارو، یعنی مثلا خودش هم منتظر بود بره دیگه، مثلا کاری نداشت دیگه، میدونی. بعد مثلا تو مراسم اینا چون مراسم ما طولانیه یه سری آدم میان که واقعا غمگین مثلا نیستن دیگه آنچنان، ولی تو فضای غمگین قرار میگیرن. بعد مثلا از کار و زندگی طرف میفته، بعد در به دری همش جلو در خونه ای، جلو در مسجدی، از این ور میری اون ور. ما مراسم یکی از آشناهامون افتاد روز اون بازی ایمون زاهد بود. سلوی پرسپولیس آفرین بازی بود. بعد مثلا اون موقع هنوز نگاه می‌کردیم فوتبال، اکثرا هنوز نگاه می‌کردیم فوتبال ایران، هنوز نگاه می‌کردیم. مثلا من خودم فکر کنم مثلا اون آخرین دربی بود که مثلا رو لحظات دربی حواسم بود که مثلا بازی چجوریه. بعد هم 2-0 جلو استادیوم معلوم شد بازی چجوریه دیگه، مثلا بریم به کار برسیم. بعد مثلا دیدم واقعا سر گل سوم یه بخش زیادی از منش خوشحالی کردن. می‌دونی خب مثلا چی رو باید یه همچین مراسمی باید بره طرف فوتبالش رو ببینی راحت، چی کاریه مثلا این. و خیلی من موازه ندیدم دیگه. مثلا بچه کوچیک دیدی میبرن تشییع جنازه. آره خیلی کار غم انگیزیه. چه کاری؟ این چه کاریه؟ یارو میگه این چه کاریه. گفتم به شما چندین بار گفتم این عموی ما هندیکم که نه این گنده ها گرفته بود، بیشرف از همه چیز میگرفت، از افتتاحیه بقالی عباس آقا فیلم میگرفت. اون موقع آخه واقعا عشق داشت اون موقع، یعنی کسی که دوربین داشت از همش. بزرگ ما مرده بود یه پایین ور قبل دوربینو کرده بود پایین موقع تلقین گادزویو. بعد همینطوریش مام بزرگ من رو تخت من مرد. خب من اصلا همینطوری تروماتایز شده بودم که این تخته رو بسوزونید، من دیگه نمیخوام رو این بخوابم. یه شب من خوابیده بودم، صدا گریه همه داشت میومد بیرون. خفه شو. اون نبودش، این اون نبوده. اومدم یه دقیقه بیرون، من بچه برم دستشویی، دیدم توی تلویزیون تصویر سفید خوش شده مام بزرگم تو قبر دادن کنار کفن اینطوری. در رو من وا کردم، همم شروع کردم لرزیدم. مامان به خدا هنوز یادمه. آقا قدیم یادتونه یه سری عکس مینداختن هر جا میرفتی نگاتی میکرد عکسه. آره آقا ما این پسرعموی ما فوت شد، بنده خدا تو دریا هم غرق شد، خدا رحمتش کنه. منم خیلی اینو دوست داشتم. این بابای ما اومد عکس اینو زد رو دیوار خونمون. آقا این هر جا میرفتیم ما رو اینجوری نگاه میکرد که منو دیگه بردن دکتر چون میترسیدم دیگه. دکترم و این حرفی که زد گفت چی گفت خانم وردار عکس کاری دیگه نمیخواد بکنی عکس. بعد آخه میدونی چی بود تو مراسم ختمش؟
خب فشار روانی، بعد جوون بود تو دریا غرق شد، یعنی حادثه بود، مریض پریز نبود. از اینا هم بود که خیلی محبوب بود، همه دوستش داشتن. خواهرش هی میگفت من اینو میبینم بالای پشت بونه، نمیدونم لب چیز پله نشسته، میدید دیگه، حالا توهم میزد میدید دیگه. آقا ما هم حافظه تصویریمون ذهنمون چیز بود دیگه. میگفتم آره حاجی، بعد اصلا شاشیده بودم تو خودم. اصلا عکس دارم یه دونه، مثلا من بچه‌م به خیلی هم منو دوست داشت، به دودولم یه دونه گیره زده بود با تفنگ، 2 تا تفنگ دستمه، به دودولم یه گیره زده، چه عکسی تو داری؟ گیره آویزونه و تو داری با خوشحالی عکس گرفتی. ببین شلوار پامه خب، ولی کامل زده به دودولم گیره رو خب، 2 تا هم تفنگ میگه یه مقداری هم آدما مثلا ببین، من خودم تا الان مثلا برای فوت کسی اونجوری گریه نکردم. خب مثلا مادر زمین فوت شده، خب انتظارشو داشتم، میگم مثلا سرش اونجوری بود که دیگه، ولی بعضی می‌بینیم انگار، حالا مثلا خصوصا در مورد کسایی که انگار مثلا اون کسی که مرده قهر بودن یا مثلا مشکلی داشتن، بعضیا بچه‌ها من از نحوه عزاداری یه سری تراماتایز شدم. مثلا مثلا زد جوری که از اون ور افتاد خودشو، اینجوری زد افتاد اینجوری، خب که مثلا آفرین، خب که مثلا من اینجوری چیز بودم. میدونی کلن یه چیزی هم بهت بگم، شغل تو بی تاثیر نیست تو این قضیه. خب حالا امیدوارم اصلا هیچ وقت واسه درجه 1 خیلی نزدیک هیچ کدوم بچه ها و خودمون هیچ پیش نیاد، ولی خب شغل تو بی تاثیر نیست. مثلا چه میدونم کسی که بالاخره زیاد دیده یه ذره اینجوریه که یه سری خودش هم مسئول میدونه که یه جورایی مثلا هندل کنه، سعی کنه آدما رو جمع جور کنه، یکی فشارش میفته سرم بزنه، نمیدونم از این کار مثلا معمولا. ولی خب بعضی واقعا حالا یه سریا خیلی اغراق شدن، ولی یه سریا واقعا از حال نمیفهمن چیکار میکنن. ببین من راستش رو بخوای اینجوری ندیدم، من عمدهشون رو شاید 1-2 نفر مثلا دیدم که اینجوری بودن، عمدهشون بیشتر احساس میکنم یا چون میدونی انگار مثلا یه کاپ نامرئی وجود داره به بیشترین میزان میدن آخه نشون دادن چیز مثلا حال بد. خب یه چیزی هم میگن همیشه، مثلا قدیمی‌ها این عمای ما و اینا، مثلا خاله‌ام، هر کی بیشتر به مرحوم اذیت کرده باشه روز ختمش بیشتر گریه میکنه و عزاداری میکنه. این جالب بود، من نشنیده بودم، جالب بود. من با این موافقم. یعنی من ببین حالا نمیگم اذیت، ولی کسی که با اون آدم صاف نباشه یا مثلا احساس ناتمومی بکنه، احساس کنه مثلا چیزی باید بهش میگفته نگفته، کاری باید میکرده نکرد، آره بیشتر چیز میشه، بیشتر از قهر بودن با هم. حالا مثلا دستون این خیلی بهش فشار میاره. من تجربه اینو دارم. آره منم دارم. خیلی زجرآوره، خیلی کثافت. سخت این کار اینه که مثلا بری تو صفحه چتت با یارو مثلا یه سری چیزا رو مرور میکنی واقعا میپاشه. نه چقدر با تو قهر باشم صفحه چتت بیام اینو خندم میگیره بمیری. مثلا من با خدا بیامرز ارشاد یه دعوا کردم، مثلا دوست نشدیم، فوت شد. خب دعوای چیز نبود، مثلا یه کدری بینمون پیش اومد، مثلا فوت شد، خیلی تو دلم موند که مثلا چرا این اتفاق. مثلا سامانم میدم با یکی از بچه‌ها همینجوری. من با علی رسولی 3 ماه قهر بودم، بعد فوت شد و رفتیم بیمارستان، فوت کرد و اینا. اصلا فرداش سین نشده یه مسیج داشتم ازش، 3 ماه بود، یه وایس داده بود، وایس هم بود که باز نکردی هیچ وقت. چرا باز کردم؟ کاش نمی‌کردم. که داشت میگفت با پاشو بیام دیگه ببینیم. خیلی خیلی بده. یعنی اگه این وایس نبود، نداده بود، قهر نبودیم، غم خیلی کمتر بود. منم مثلا من تو از خانواده دیدم یه نفر رو که مثلا، یعنی ما یکی از خانواده‌مون فوت شد که خیلی جوونم فوت شد، که اصلا ما خانواده‌مون واقعا بعد از اون اصلا چند تیکه شد، خیلی هیچ وقت به شرایط قبل از اون برنگشت. توی اون مراسم یکی از آشناهای من با متوفا، یعنی من دیدم این گریهش متفاوته، یعنی مثلا بقیه ناراحتن، مثلا پدر و مادر اون آدم که خیلی ناراحت بودن هیچی، ولی به جز پدر و مادرش این آدم اصلا نگار نیست، انگار مثلا
در یک ترنسی به سر میبره وقتی داره گریه میکنه مثلا. بعد اون داشت میگفتش که یعنی اون بعدها فهمیدم که مثل که قهر بودن. نه اون ترنس مد نظر تو نه. خب ترنس یعنی در حالت یعنی چی مثلا چی خلسه، تو حالت خلسه یه در واقع. آقا حالا یه سوالی کنم شما که قطعا میدونم واسه پیش اومده، شما جناز کردین مثلا دیدین از نزدیک جنازه مثلا اون لحظه که میره؟ بله. همتون تجربه منظورم جناز کردین یک فعله. خب تو که به مثابه شغل دیدی ولی شخصی هم دیدی یعنی اون لحظه پرواز به جز در مریضامون آره یه نفر رو دیدم از اقواممون بود که من رسیدم به اصطلاح اون یه اصطلاحی داره ریسپان شدن یه مرگی میگن خورناس مرگی همچون نه یه چیز اینجوریه قررش مرگ که اینجوریه که آخرین یه صدای لرزش انگار تو تنفس که میکنن اینجوری میده. اون چیه؟ لاک پشت مرده مگه؟ آره باجی مام بزرگم من که مرده بود زنگ زدم اورژانسی مثل این که اومد بشینه یه چکی بکنه صدا داده و همه گفتن زنده است برو بیرون نمیخوام و اینا. بعد یارو گفته این شماها دیدین اینو؟ نه تو بیمارستان نه غریبه دیدم یه عده تو بیمارستان. بابا من این آخرین بار همین مثلا چند ماه پیش که مادرم بود موهبه کوثر من عملش کنم با زیر عمل بود مادر من اونجا این بیمارستان دولتی داغون نخند این داره میخند 3 نفر دارن اونجا میخندن تو داری به من نگاه میکنی. رفته بود من اونجا یهو مادر منم زیر عمل یه خانواده منم ترک بودن. ببین خبر مرگه حالا مادرشون است که بهشون دادن اونجا یه جوری اینا داد زدن مامان. بعد من 4 ستون بدنم داشت میلرزید. بعد داشتم با حمیدمونم حرف می‌زدم پشت تلفن گفتم مامان عمل الان تموم میشه. و حمید گفت این صدا چیه؟ به حمید ریده بود تو خودش. بعد گفتم مثلا قطع کن مثلا حالم بد شد این شیدم. بعد رفتم همینجوری ناخودآگاه رفتم پرستاره گفتم من وضعیت مامانم چجوریه الان؟ گفت داره تموم میشه تو ریکاوری هستم. اوکی اینا اوکی اصلا ریده بودم تو خودم واجی خیلی بد اون لحظه اعلام میکنن. ببین میدونی من یه بار یه مریضی بردم کتلب میدونی چیه؟ کتلب هر دوره که گربه میزنه نه یه جاییه که توش چیز استنت شنیدین؟ بگو دیگه فخر نفروش دیگه. ببخشید استنت میدونی چیه؟ بگو دیگه ما اصلا میدونیم مخاطب بدونه دیگه. من میگم آفرین فنر قلب فنر میذارن شنیدی؟ آها خب من که از اول دارم میگم بله. چی؟ استنت رو میگی استانت ما میگیم استنت اوکی یه جای کتلب جایی که یعنی در واقع مداخلات عروق قلب انجام میدن تو جایی که گربه ها فنر میذارن قلب آدم ها کتلب. آفرین میری لب گربه ها رو بیش نه اینجوریه که این کارو میکنم. بعد من یه مریضی رو بردم که مثلا یکی از وظیفه اینترن اون دانشجوی پزشکی اینه که مریض ها رو مثلا ببره با پرستار بره که مریض اتفاقی نیفته اونجا تحویل میده به بخش کتلب و خارج میشه. خیلی هم کار حوصله سر چون هر بار منو بردن عمل دست و اینا داشتم یارو واقعا انگار سطل زباله داشت. آفرین دقیقاً گفتم رو پا میرم آجی ول کن خودم با پام میرم. دقیقاً همینه. ولی اون در مورد مریضای قلبی یه ذره مهمه چون مثلا ممکنه یهو مریض آریتمینا پیدا کنه یه ذره جاش ولی اونم همینه فرق. برنامه پزشک آوردیم الکی که نیستش که. آره بردم اونجا مریض تحویل دادم. بعد همون لحظه خب ببین یکی دیگه داخل داشت کار انجام میشد اون مرد. اونی که من آوردم نه یکی دیگه تو بود مرد. اونی که من آوردم نبود. خب این مرد و مثلا اعلام کردن. بعد شنیدم از بیرون مثلا صدای همین گریه و شیوه اینا طبیعتاً بلند شد و اینا. اومدم بیرون از در اومدم بیرون. خب قشنگ یادمه از اون بیرون روبرو یه راهرو بود که میرفت به اون طرف یعنی پلی بود بین دو طرف ساختمون که میرفت اونور ساختمان بیمارستان اینور میرفت به سمت آسانسورا.
خب من اومدم بیرون نگاه کردم اینورا، چون سر اصلا اومد دیدم که یه سری آدم دیدی مثلا توی این جنگا زخم خورده ها چطوری به دشمناشون نگاه میکنن، اینجوری نگاه کردن همو. بعد یه ذره کشش کردم با رو، حس کردم این الان میخواد بیاد سمت من. خب مثلا احساس کردم من اونیم که باعث فوت فامیلش شده. نگاه فرار کردم ها. یعنی من به جای که برم آسانسور اومدم از وسط دویدم، اینا 2-3 نفرشون دنبالم که من بگیرن. یکی رو با ویلچر میدادی تو دلشون. اومدم پایین که مثلا حراستی گرفت، یعنی من دویدم تو طبقه پایین، 2 طبقه از پله اومدم پایین تا حراستی مثلا اینا رو گرفتن نداشتن چیز کنن. این بعضی وقتا تو این پوزیشن عقل زائل میشه. پشمام میخین الان این چیز قاتل این پزشک یاسوجیه بود اعدامش کردن، همین 2 روزی شدن. بعد مردم اومده بودن زیر پست اعدام طرف داشتن بهش تبریک میگفتن که دمت گرم. یه خشم زیاد به جامعه پزشکا هست دیگه، این هست. آره خب این خیلی بحث طولانیه، خیلی بحث طولانیه، ولی هم میتونم بفهمم چرا هست، هم نمیتونم بفهمم چرا هست. خیلی بحث طولانیه. من این تیکشو بیشتر میخواستم بگم، این که میگم عقل آدم زائل میشه، من با بزرگی خود من بیارسه فرهختگان بردیمش که بابای من خودش اونجا کار میکنه. خب در زمانی که اتفاق داشت میافتاد 7 نفر اونجا بودیم، یعنی من و بابام و عموم و زنموم و عمم و 2 نفر دیگه از پسرمای با بزرگم و اینا مثلا. خب یکی از این اقوامی که اونجا بود یهو تلفن میگرفت، بعد در عین اینکه تلفن میگرفت میگفت عبدالحسین بیکس نبود، خب که اسم پدر بزرگمه. خب در عین اینکه داشت این شماره میگرفت میگفت به من، میگفت فلان کس بهبهان که فامیلای بابام بودن، خب بابام بودن، میگفت فلانیه بهش بگو. من برمی داشتم میگفتم ببخشید من فلانیم، نوه فلانی، ایشون فوت شدن. بعد اونور صدا شیون قطع میکردن. 3-4 بار این اتفاق که هی میگفت عبدالحسین بیکس نبود و بعد هی به من یه شماره میداد. خب که من میگفتم بابا فلانی 7 نفر اینجا، این بیکس چیه؟ حتی تازه فوت شده، ما 7 نفر تو بیمارستانیم، بیکس کدومه؟ میگه مثلا عقل زائل میشه. بعد سر مجلس یه قبیله تو بیمارستان باشه، داداش سر مجلس خط. خب خدا رو شکر نمیتونم بگم، ولی ببین یه انقدر آدمای مختلف اومدن، بعد همه با هم دیگه مشکل داشتن. این میگفت چرا اون اومده، اون تا هست من نمیام، یکی از دور رو هم بای میکرد میگفت من جلو نمیام. فکر کن ببین چقدر چیز عجیب غریب. تو مجلس خط اومده بودن به خاطر مثلا مشکلا، اومده بهش زهرا از 3 قبر اونورتر داره نگاه میکنه. میگم عروسی چیزیه که تو میتونی نری، ولی مثلا ختم انگار یه جوریه که حتما مشکلم با کسی داره. من تک تک کسایی که مثلا خط باباش نیومده بودن اینا همه رو انگار مثل این فیلم، مثل آریا استاک بود دون اسپار نوشته بود، تا چند سال میگفت اینا رو فلانی نیومد خط بابای من یادم مونده فلانی نیومد خط بابای من. بابا ولکن وا بده چیل. اصلا ببین یه کینه‌ای میگیرن اینجا آدمو از این قضیه، من نمیدونم چرا. مثلا من اصلا به هیچ جامم نیست، من خودم سوم مادربزرگ مثلا نرفتم، یعنی رام تیم با پسرخاله میگم سوم مثلا مادربزرگ سعید بودیم، ما بودیم سعید نبود. خب بعد برای چی باید بیام دیگه؟ آقا طرف مرده من بیام اونجا چیکار خودم نشون بدم به همه؟ حالا میرفتی جناز کردم. بابای منم عالی بود اونجا، میگفت اصلا وای نسته خیلی اینجا، چون تتو فقط من تتو داشتم اونجا تو کل اومدم. یه جا حس می‌کردم مثلا زشته واسش بسش تتو اینا داره تو دست. یعنی میخوام بگم 100% به سعید زندگی خوبی داشته ها، همه لحظه هایی که با خانواده‌اش بوده بهترین ممکن بوده. توییت بخونم یا خاطرش رو بگم؟ یه چیزی همین در رابطه با این چیزی که الان سعید گفت در تتو اینا، من هیچ وقت یادم نمیره، ما یکی هم فکر میکنم پدر بزرگم فوت شده بود، یکی از فامیلامون از خارج اومده بود بنده خدا فقط به خاطر این. خب اصلا سالها تو این فضا نبود، توی گوشش مثلا یه موزیک غمگین تو هدفون گذاشته بود، بالا سر قبر وایساده بود، مثلا عزاداری داشت میکرد. آقا مثلا بابای ما اینو ببخشید بابای ما اینو اومده معلومه چه آهنگ گذاشته بالا سر قبر بابای من. بابا یارو عزاداری داره. بله مثلا جالب بود بابای من اینو میگفت، اصلا در مورد مادر بزرگم مثلا میگفت مادر بزرگ خب کسی بود تو 1 دقیقه قلقلی اسمبل میکرد واسه مثلا اگه شخصیت
دو تا بود هیرو، دو تا بود کوالیتیش این بود. مثلا ما خانواده بودیم که همه چیز اینطوری میکنه. ببین 3 سوت واسه بابوزین قلقلی اصلا میگن پشماس پیریخ انقدر دقیق بدون اینکه وزن کنه گرم هواکشی نداره اصلا، همه چی اوکی. بعد مثلا اینو بعد میدونست مثلا اینجور. و مادر بزرگ ما سیگار دم دهنش اصلا واسش مهم نبود این چیزا. حالا این چیزا رو بعد میدونستم. خدا رحمتش کنه. من اصلا دوستیم آشناییم با سعید سر مام بزرگش ها، میدونستین؟ یه توییتش پین بود سالها، فکر کنم اکانت قبلیش بود البته، که مام بزرگش داشت سیگار میکشت. من خیلی حال کردم، مثلا نمیشناختم سعیدو، یعنی اگر من سعیدو نمیشناختم سعید شاید دورا دور مثلا من که گفتم خیلی باحاله و فلان و اینا. من یه بار عکسش شد که تو توییتر پین بود دیگه با مام بزرگش، دیدم که خیلی فیو و اینا شده. بعد مام بزرگ مام بزرگ من اواخر عمر سیگار میکشید. بعد گفتم مثلا منم عکس بگیرم و فیوم شد تو توییتر. اونم فیو شد زیاد. بچه سامان مام بزرگش فوت شد، خیلی داغدار بود، حالش خوب نبود. خب این بنده خدا اومد دفتر وسیله ببره، سر راه مثلا این عکس مام بزرگش هم چاپ کرده بود. چاپ واسه چی این کارو کردی؟ چاپ کردی بری دفتر؟ آقا این مغازه دم راه بود دیگه داداش. خب خودت یه چی معلومه اون این چیز میکنه خب دیگه. واقعا فکر نمی‌کردم فردای روز ختم این فرداش هم نه همون روز بود فکر کنم عکسو سپردن دست من که میخوان سر خاک بذارن. رفت دستشویش داشت برگرد، من این عکسو برداشتم نشستم رو مبل اینجوری دستامو گذاشتم، عکس رو گذاشتم رو خودم. پالتو هم پوشی؟ یه پالتو پوشیدم. فکر کنم دیدم اون عکسو. دیدی؟ اون عکسو من دیدم. پالتو دکمه‌شو بستم، عکس مام بزرگش اینجوری دستامو گذاشتم. اینقدر ما اون عکس تولید محتوا کردی بغل تابلو خروجه. آره آجی من اونو یادمه داشت اون دستشویی بیرون حالش خوب نبود، ناراحت بود دیگه بالاخره. آقا منو یه لحظه دید مام بزرگش نشسته رو مبل اینجوری دستش با بارونی پالتو پوشیده، دکمه‌ش هم بسته بود، هم قد سرش از این پالتو زده بود. البته مام بزرگم خود قش بلندتر بود. یه توییت یه بار تو تراس اینو دیده بود. مام بزرگم گفت اون بچه کی بود پیشت؟ بچه کی بود؟ گفتم بچه نیست رفیقمه. گفت نه به خدا بچه است. و براش پسته مینداخت تو تراس. بذارید چند تا توییت بگم. یه دو تاش در مورد واقعا شعور یه سریاست که تو مراسم ختمیان اصلا حالیشون نیست یا رو عزادار اینه. واقعا یکی نوشته همه راجع به نیاوردن بچه تو مراسم عروسی حرف میزنن ولی هیچ کس راجع به بچه‌ها تو مراسم ختم حرف نمیزنه. بدبخت باباش مرده، شوهرش مرده و دارن گریه میکنن. 2 تا بچه رندوم جلوش دارن حرکات ژیمناستیک میزنن. راست میگه. من فکر کنم پول کبابشون هم بدی. مراسم ختم و رویاری با آدم‌های داغ یکی از سخت‌ترین چیزایی بود که تجربه کردم. عکس پپ گواردیولا که سر صورتش زخمیه، نوشته مادر بزرگم در مراسم ختم کسی که هیچ ربطی بهش نداره. ببین اینو راست میگه. مثلا خصوصا یه جاهایی از ایران، مثلا اگه اشتباه نکنم جنوبه، که مثلا خانم هاشون خنش میندازن صورتشونو و اینجوریه که تنها میشینن انقدر این کارو میکنن مثلا صورتشو خون بیاد. کلا علاقه دارن. روتینه. توی ایران حداقل میدونم هر دوم به عزاداری خیلی علاقه دارن. فامیل ماه که قبل از این که مرده رو بذارن دعوا میشه که کی بره چند ثانیه بخوابه تو قبر با مرده. عکس خونه قدیم قبل اینکه مرده رو بذارن اون میگه من گرم کنه، اون میگه آره یه حالت گرم کردنه. یه دونه دیگه هست عکس خونه خالیه از پشتی و اینا هست. این واقعا ما هم این کارو میکردیم آجی. که نوشته به نظر تو اینجا چی میچسبه؟ یکی نوشته کشتی و پسرخاله در حالی که اتاق کناری مراسم ختم با بزرگه. تاجی واقعا ما خیلی فوتبال بازی میکردیم. یکی دیگه هم عکس لیلا حاتمی رو گذاشته بود. نوشته قبول دارین لیلا حاتمی یه سطح دیگه از متانت و سنگینی و توی سینما ایران داره. عکس مراسم ختم مرحوم داوود نژاده. بعد یکی نوشته روش مگه بقیه تو مراسم ختم چیکار میکنن؟ با دهنشون صدا گوز در میارن. این آخری هم خیلی باحال بود. نوشته بود که گریه من تو مراسم ختم از رو حسودیه. من قبل اینکه تو این خاطرتو بگی من یه چیزی راجع به مراسم که خودم بگم. من مراسم پدربزرگ مادریم بود، خیلی من دوست داشتم پدربزرگمو. بعد تو مراسمشون بود و مراسم مادربزرگم بود، مراسم مادربزرگم بود.
همسر همین آقا. بعد تو مراسم بابا ببین یه دوگانه ای شده دیگه، مثلا میخوان مدرن باشن در این حال مثلا کماکان سنتی رفتار کنن. مثلا یه سالن گرفته بودن، به جای که مثلا کسی بیارن که نوحه بخونه مستقیما، یه آقایی را آوردن که این ساز بزنه. خب این آقا چند تا کار میکرد. خب دف میزد، نی میزد، میخوند. خب و همه اینا رو بعد یعنی ببین هر کارو میکنه میگفتی کاش این کارو نکنه، بعد میگفت که هرش هم کار قبلیه رو بکنه. مثلا میدونی این مدلی بود. بعد ما توی این مراسم من و همین محمد و پویا اینا نشسته بودیم. ببین پویا از من چیزتره توی این موقعیت ها، وسواسی تره. مثلا من فوش شده بود اون به همه فوش میداد، نخندیم بیشوره. بعد انقدر من خودم انقدر داشتم میخندم تو مراسم مادر بزرگ خودم. ببین ساکت بودم اینجوری میلرزم و اشک از چشام میومد انقدر، چون مثلا یارو مثلا یک شعری رو میخوند که تو باید دقت میکردی چی داره میخوند، چه آهنگیه این. میفهمم چی میگی. ببین اصلا حالا یه لولی هست مثلا یه شجریان میذارن سر خاک و اینا، مثلا تو مراسم شجریان باید بگی. آره اونم تعریف من میخواستم چیز کنم، مثلا دیدی یه سه وصیت بکنم فلان کارو تو ختمم بکنی. من مثلا اینجوری هم که داشتم فکر می‌کردم اگه مثلا مردن قراره بعدش مثلا تو ختمم چه اتفاقی بیفته. بودم هر کی هر کاری میخواد بکنه دیگه، من براش تعیین تکلیف بکنم واسه یارو. اصلا دیگه مهم نیست اصلا بکنی ما تو زندگی گوش نمیدیم حرف تو. بخندیدم واقعا که با خودم بیشتر خوشحالم اگه مثلا بعدش گسیری. تو بمیری داشت من خیلی میخندم، خیلی یعنی جر میخوام. ببین انقدر کسشر میگم میخندم، نه ناراحت میشم ولی در این حال میدونم که مثلا همش خنده‌گری است. به خوشی یاد میشه ازش خداییش. یک عجب رئیسش من بودم. ترکا مثلا معمولا از این فرهنگا ندارن شجریان بیاد یا یک نی بزن و اینا، یه نفر میاد به قصد کشت. یه سری هم اول اینفو میگیره، خب میگه چند سالش بوده، چند تا دختر داره، چند تا پسر داره و همه رو مشکلات خانواده رو در میاره، کدوم دختره که مثلا قهر بوده مشکل داشته ببینه نقطه ضعف چیه همونو تو نوحش میگه. خب یعنی اگر میگه که یه اسپیناف داماده میده یهو، مثلا میگه که دختر جدی دارم اینا میگم، میگه دختر کوچیکش چند سالشه، ازدواج کرده یا نه. ازدواج اینا همه دوراهیه، الگوریتم. ازدواج کرده چند وقت ازدواج کرده، اگه نکرده که خوشحال میشه. آها یاختی ببین و توی کاش بودی میدیدی شوهر نکرد یا شوهر کرد یا تازه شوهر کرده یا نوش تازه نوشو ندید یا نوشو میخواست ببینه یا نوشو بزرگ نکرد، نوش ازدواج نکرده بود، یعنی هم هست تا ابد هست. و پولم باید بهش بدی. آره با پول میگیرن دیگه. بعد چیه ما بودی بچه عروس شد شما بریزه. واقعا سامان آخرین چیزی که تو این لحظه بهش فکر میکردم پول نوح خون بود. چطوری میتونی تو پول نوح خون بده دیگه، مرد. باورتون نشه ولی اون کسی که پاکت رو بعد میداد به آخوندا و مده ها من بودم همیشه. همین دیگه تراماتایز شده اینجوری ول نمی. بابام واقعا حرکت استراتژی خیلی خفنش. واقعا اون موقع مثلا یه چیزی بود 30 تومن گذاشته بود توی حسابی که به حساب مال بابام بود، چون کلا اینا پسر دوستم و عمو هم که نداشتن، هم بابام اصلا یه چیز دیگه، یه حساب مشترک داشت بابامون و پول گذاشتیم برای کفت و نفت منه. ببین حساب که از اون 30 تومن بابام فکر کنم 5 تومنشو خرج کرد. نه شوخی میگم، بابام تو این چیزا اتفاقا خوب خرج میکنه. کلا اصلا مراسم ختم تو ایران مخصوصا برای سلبریتی هم خنده‌دار بود. یکی از چیزایی که من یادمه ختم شجریان بود. از اصلا پروسه شجریان رفت توی بیمارستان، اتفاقات عجیبی میفته. آره رفت بیمارستان، اصلا اون پروسه ما همش توی توییتر و توی اینستاگرام داشتیم میخونیم خبراشو، لایو داشت میومد، وایساده بودن جلو بیمارستان مرغ سر میخوندن. این با مزه است که واقعا جلو بیمارستانی که سر و صدا نباید بکنیم مثلا مرغ سر میخونی، این خودش خیلی بود دیگه. مثلا فج بود. نه جمع بود. اون چیزی که اون مادر رو بگو، اون از همه. آره یه سری اومدن گفتن که آقا نخون اینجا بیمارستانه، بعد یکی اومد پیدا میکنه اگه بشه میذارم. ما توی جمعیت همایون شجریان خف کرده بود که استاد حالا یه 2 ساعتی در مورد استاد تعریف کرد، گفت
من مادرم آوردم الان توی ونه، خودم و مادرم اگر استاد شجریان اعضای بدنی لازم داره کلیه کبدینا ما هستیم. من مادرم آوردم، ما اهدا میکنیم اینا. ببین اصلا مامای شجریان ریده به خودش اونجا. بعد یکی دیگه اونجا بعد که خبر فوتو دادن که هیچی اومدن گفتن چرا تهران نه فلان بیسو. اصلا عالیه اون مراسم. یکی یکم خود مرتضی پاشایی هم خیلی خنده داد مراسم. مرتضی پاشایی مگه مرده آخه هنوز داره ترک میده؟ اون که خیلی عجیبه. ببین مرتضی کلا ببین واقعا تو عزاداری این عقل زائل شدن در همه دستا هست. یه چیزی بهت بگم، وقتی میریم مثلا مراسم مثلا دور از جون شما فوت شدی، من بیام مراسم ختمت ببینم 30-40 تا مانی اونجاست. اثبات مولتیورس دیگه مرتضی پاشایی. آره بدل اومده بودن واسش، بدل اومده بودن چند تا تو مراسم واسه. خیلی عجیب بود. آره ما یکی از فامیلامون داشت فوت میشد، این هی میگفتن داره فوت میشه، فوت نمیشد. فکر کنم آخر کشته شد، فوت نشد به مرگ طبیعی. یک فامیل مهمی هم بود، میگفتن بیاید حاجی داره میمیره، همه میرفتیم بالا سرش نمیمد. یک سری دیگه خانومش زنگ زد گفت پاش یخ. آخه ترکا اعتقاد دارن جون از پا میره، یعنی پا یخ میکنه دیگه میگن علم پزشکی نه، پا یخ کردن. قلب دوم آقا گفت پاش یخ کرده بیاین دیگه میره. همه دوباره جمع شدن، از این ور اون ور کوبیدن رفتن اونجا. ما بالا سر، من بخاطر همین پرسیدم شما پرواز روحو دیدین یا نه، من واقعا بالا سر بودم. این بنده خدا لحظه آخر یه سری صدا از خودش در آورد که مثلا سکسکه رو کرد. خب حالا گوز و آروغ نمیدونم ولی یه سری صدا از خودش در آورد. خب بعد یه سری صدا در آورد و اینجوری که مثلا گفت مرد. خب بعد من اینو با ناراحتی داشتم از سامان تعریف میکردم. سامان بیچاره برگشت گفت این شارژش کم بوده، شما وای فایشو بس کردید خاموش شده. نوتیفیکیشن ها اومده دیدی پشتم نوتیف میاد. دیدی درخت هلو بود همینجوری بود جمع میکرد همه رو دور خوش بود. گوزیدی آروغ زد نگوزید سامان سکسکه رو کرد. خب ولی صدای دیگه هم در اومد ازش. خب اما صدای نفس هست که از آدم در میاد. بعد ببین یه دونه از این ساعت ها داشت زنجیری ها، همیشه هم بنده خدا رسمی، یعنی رسمی تقریبا میپوشید. به آنی از ثانیه نگذشت این بنده خدا لوت کردن، هیچی ازش نموند. من مثلا ساعتشو دوست داشتم، عینک کاوچوییشو دوست داشتم، انگشتر داشت مثلا باحال بود. یه جوری ریختن رو این به بهونه عزاداری اینجوری دریدن متوفا رو. بابازایی هم دوست داشت، حاجی خانم بهش میگفتن. این دندونه باش طلا بود، یا مرد تو ساعت ها دندوناشو در آوردن. من پسرش در آورد دندونا رو، خیلی عجیب بود این کار. مثلا یک بگو اشکال نره، بگو راحت قضاوت هم نکن، راحت بگو قضاوت هم نکن، راحت بگو. آقا یکی میمیره گلی مولداش نمیفروشید. نه اینو نه، این دیگه زشت کثیف کاری. نه دیگه اون فاسد شدی. تا مثلا 3 تا دندون طلا داره. خب چیکار میکنیم؟ طلا بره زیر خاک؟ آره بره. آخه مثلا تو پلاتین هم تو بدن یارو باشه پلاتینشو خود در بیاری. خیلی اوضاع سال ازت دارم خرابه، چون نه سال ازت دارم. شده. میخوام اینو بگم که مثلا میتونی تصور کنی مثلا یه نفر از اطرافیانت فوت شده دور. خب آره 10 تا دندون طلا داشت. 10 تا که دهنشو میارم پایین. هر چی مانع داشتم که بگم نه و برداشتی. فامیل که دوره اوکی. 10 تا تو ذهنم 2 تا 3 تا. یعنی اصلا اگه تصور کنی، تأمل کنی، تدبر کنی. الان فکر کن دفنه توی خاکه. نه گوش بده 10 تا دندون طلا داره. خب 10 تا دندون طلا داره و دفنه. 3 بیل میرسی. 3 بیل چند وقت مرده؟ 1 سال. ولی 3 بیل میرسی. یه سال یعنی دست بندازی در آوردی یا پوسیده کنم.
بابای خوبم نازنین بابای سعید پاشو بچرخون خونه نه پاشو تو مجلس بچرخون خوبم به بغل بکن که قیافه اونا هم بیفتد در آقا خدا رحمت کنه خدا رحمت حاجی عجب حلواییه میمیرین هم اینجوری ببیرین ها فامیلای ما برنان یه دیست درست من با قاشق تر میزنن روش من سر خط مادربزرگم 2 تا اتفاق افتاد خیلی من خندیدم. ببین همون شب اولی که من روز تولدم مادربزرگم فوت شد، همون مادربزرگم فرشید میگفتم، بعد اومدم خونه یهو 2 شب بابام بلند شد تو حلواش زعفرون داره ببخشید بابا نه یاد اکو میده صدا. بعد تو حلوا خب باید زعفرون باشه. نه یه پر زعفرون بود. نه خوبه واقعا زعفرونش. واقعا اسم کنم تو مرسه خط نشسته بگو نگاه چیزی بله دارم میکنن. عجب آدم خوبی بود داشت. تو نخور حلوا. خب مادر بزرگم حالش بعد بیمارستان بود. بعد شب اومدم خونه از تولدم اومدم خسته. اون خونه که مادر بزرگم بودم مثلا 1:30 شب عمم بابام زنگ زد که عزیز تموم کرد. بعد بابام با صدای گریه بابام از خوابی پریدم، چشام گرم شد بخوام و بابام دیدم داره گریه میکنه و گریه بابام من چند سال یه بار نهایت میبینم مثل کسوف میمونه. آره گفتم چی شده؟ گفت عزیز تموم کرد. من میرم بیمارستان. خب فلاح بود اصلا خیلی دور بود دیگه. من میرفتم فلاح تو فوتم فقیر ببخشید. آره نه بیمارستان خوبی داره پایین شهر نمیدونم چرا مسخره میکنه. کلا جنوب شهر بیمارستان خوبی داره. بعد رفتیم بابام زودتر رفتم و من یه چور دیگه بخوام نمیتونم اصلا الان بیام. گفت باشه تو بخواب بعد بیا. 1 ساعت بعدش من حاجی اسنپ زدم مگه به اسنپ میومد نمیدونم حالا ترسیده بود یارو نمیخواست بره اون ور اسنپیا. بعد نیم ساعت 40 دقیقه تازه که قبول کرد ما رفتیم و تو راهرو بیمارستان عمه ما کلاسیک زنای مثلا قدیمی ایرانی گریه بسته بیمارستان شب بابا ساعت 3 شب ولکن عمه دیر اومدی عمه بعد بغل کرد عمه کجا بودی؟ منم خیلی رندوم گفتم عمه اسنپ پیدا نمیشه. حالا این که مثلا من قرار بیام نجاتش بدم حالا دیگه فوت دیگه مرگ دیگه چه جوابی آقا نمیدونم اصلا خیلی آتافاس. نه آخه بدون طرف گفته عمه کجا بود یه لحظه احساس کرد کار بدی کردم مثلا اسنپ بندازم گردن اسنپ دیرو. یکی این سکانس فرداش که آره دیگه خاک سپاری اینا بودم. پس فرداش که جمع شدن دور خونه مادر بزرگم خب مبلم مامان بابات بود دیگه. مامان بابام همه زنای فامیل نشسته بودن دور تا دور خونه سیاه چادر سیاه کشیدن همه داشتن گریه می‌کردن. سرعمه من اومد همه گفتن آقا یه دونه عبدالباسط بذاریم قرآن بذاریم صدا مثلا اینا چیز کنیم. پسرمم رفت از چای بیار. نه رفت اسپیکر آوردن مغازش اسپیکرم گذاشت وسط خونه. بعد خودش رفت اون گوشه که پرده من هنوز نیومدم تو خونه این جلوتر از من رفت اونم گذاشت. من داشتم سلام می‌کردم اومدم توی این راه پله عبدالباسط رو پلی کردم تاپ رقص نور افتاد. این اسپیکر رقص نور داشت این 360 رقص نور داره. بعد رقص نور تیز اسپیکر ارزونا بود همه داشتن گیریم که اینجا میچرخی روشون رقصنه. گفتم این بخارم یهو میده این اسپیکر دیگه. ببین همون خود پسرم که پردره کشید رو صورتش شروع که خندیدن منم همونو برگشتم بیرون خندیدن. شوهرم من از اون ته بدو اومد خنده. بعد قاعد که اصلا کرم داشت خودشم پسرم من فکر کنم آدم کرمویی هست کلا اینو گذاشت و پلی بشه. ببین اصلا دیوونه کننده خنده دار بود. یه سری اتفاقا اینجوری میفته لامصب. ببین همین دیگه ما یه مراسمی داشتیم برای یکی از آشنایان یه مراسمی داشتیم. بعد من پیرزن دیدم میخواد راست میگه ما یکی از
آشناهامون فوت کرد. بعد توی این مراسم خیلی هم دور نبود بهمون. بعد توی این مراسم یه سری آدم بودن که یه نفر بود که این کمرش عمل کرده بود. خب که مثلا این اصلا اینجوری اومد. ببین اینجوری اومد. اینجوری راه میرفت. خب دیدی شیپو این اورانگوتان بود. لازم به خدا اینجوری بنده خدا کمرش عمل که اینجوری راه میرفت. بعد اینو من بگم و دیگه من چیزی ندارم بگم. اینو داشت اینجوری راه میرفت اینا. بعد ببین جدی خیلی شبیه که سکانس عطار به اتفاقی افتاد. خب اومد این فامیل ما رو گذاشتن تو قبر. این آقا چون خیلی نزدیک بود با اون کسی که تو قبره، همین احساس کرد مثلا بعد بالا سر قبر گریه کنه. این همینطوری اومد و به زور خوش رسون سر قبر رو داشت گریه میکرد. بعد نمیدونم شما اگه دیده باشین قبرای چیزا و قبرای بهش زهرا رو وقتی که میکنن لبه هاش خیلی سسته. خب حالا میخواد که بهش زهرا چی و اینا. بعد این کش گریه میکنه اولوخه اطرافش برادر و خواهرها و اینا بودن. اطراف این کسی که داشت گریه میکنه برادر و خواهرهاش بودن. این ریخت. خب بعد چون فلکسیبیلیتی هم نداشت اینجوری شد. افتاد تو قبر. همینطوری بود. خب اصلا یه کیاسی شد. خب یه کیاس شد. مثلا یکی از صداشون بلند شد بی دلیل شروع میکرد جیغ زدن. خب اینجوری پای قبر یکیشون داشت اینجوری جیغ میزد. خب همسرش هی میکشید در نمیومد. خب مثلا اینجوری شد که مثلا دیگه شما یه جسم سنگینی وقتی میخواین چند نفر بلند کنین ناخودآگاه اینجوری 1 2 3 خب اینو اینجوری داشتن میکشیدن چند نفر که مثلا بالاخره در اومد و اینا. بعد ببین واقعا دیدی مثلا کونت هم صفر میکنی برای که نخندی. اینجوری بودم من. خب چون مثلا نمیشه برای اینجوری. این بنده خدا در آوردنش و خیلی عجیب. این که تکون یعنی خودش چون افتاده بود هیچ کمکی نمیشه اینجوری افتاده بود. بعد دارم میگم حالا یه سری حرفا زده میشه تو خط. مثلا اینکه کی عزیزتر بوده از اون یکی. این واسه اون نمیدونم. آره اصلا بعد من داییم پدر بزرگ مادریم که فوت شده بود. بعد دایی من خودمون مثلا یه خالم اومد گفت باید گوسفند بکشیم. آخه گوسفند برای چی باید بکشی؟ بعد گوسفند اصلا مال جوون نمیکشن تو رسم و رسوم. یعنی یه رسمایی میاد یه هم وسط برای جوون میکشن خیلی‌ها. مثلا من دیدم برای جوون اگه باشه دست دم میکشن. آره میکشن. بعد یهو دایی من اینجوری بابا مگه جوون بوده گوسفند بکشم براش؟ دیگه 80 سالش شده. ببینم سر ختم یکی بابا بزرگم یهو عمه اومد بابام گفتش که بعد چون عمه‌ها خب یه کرم داشتن هی می‌خواستن خرج بزنن روش بابام. کفنش خمس داره. اون موقع عمه من گفت 1,500 باید خمس کفنش رو بدیم چون از مکه آورده مونده چند سال این حساب باید بکنیم. بعد بابای من کارت میزدی خونش در میومد اون یکی من یه کامنت دیگه میداد باید این بعد این بایده عجیب بود. این بایده کجا میاد؟ هیچ وقت یادم نمیره رفتم سر خاک یکی اقواممون. بعد یه خانومی از این آشناها حالش خیلی بد بود. همینجوری که داشت هزیون میگفت و فلان و اینا. خیلی صحنه دراماتیکی بود. خب نشسته بود سر خاک داشت سنگای درشت رو جدا میکرد. خیلی غمگین بود صحنه. میگفتش مثلا عزیزم اذیت نشه سنگ درشت رو داشت جدا میکرد. یهو یه بچه اومد گفت خاله اینم برداریم. یه سنگ گرفت دستش گفت اینم باید برداریم. اونم تو همون حال گفت نه اون خوبه. مگه فیلتر مگه شنکش بیارین اینجوری کنیم بریزید. بعد آخه یه کارایی هم تو همون اصلا بیزهره دیدی. آها بیزهره سایت بهشیارش دیدم چیشی حالا عکسشو میدم بهشیار فکر کنم. بعد میتونی اونجا بری گریه کن استخدام کنی. آره خیلی چیز داره. اینا تو فیلمانی نه گریه سعید گریه اینو میاری؟ آره اسکرینشاتو فرستادم یه بار موقع گریه کن میاد. گریه کن هست میتونه اجا گریه کن خانم گریه کن آقا. بعد اگه گریه نکنن پول نمیگیرن. گریه میکنن کسی که پولشو یه جوری گریه میکنن تو خودت هم بشی گریه کنی. گریه کن هست باید پول بگیری یعنی گریه داره. آره بعد پروسش خیلی عجیبه. بعد اونجا مثلا
یه سری دیدی زالوهای بیزرا، وای یعنی این تلفن رو بر میداری بیای شروع کنی میان، از کجا این واکینگ دد میان، بقیه هم نمیدونه چی باشه. به من مامانم خیلی آدم مهربونیه. خب واقعا مثلا من کم دیدم عصبانی شه. خب مثلا منو دعوام میکرد با لبخند این کارو میکرد. خب همون باعث شد تو عصبی داداش ببین سر دقیقاً همین سر قبل فکرم برای مامزورگم بود همین، این که میگه اینو چیز باز که اینا سامن شدن از همه رو شروع کردن اومدن. خب بعد مامانم به یه نفر پول داد، به 2 نفر پول داد، یهو دیدم مامو اصلا باور داد میزد بنوور. گفتم بابا که مثلا من مامانم گرفتم سلیمو در آورد، مامانم گرفتم آوردم این طرف، مثلا اونا رو بابام دهک کرد. مثلا خیلی عجیب بود. زمستون پارسال من دایی مامانم فوت شد، سنشون هم زیاد بود. مادر بزرگ من آلزایمر داره. خب بعد برف هم اومده بود، رفتیم بیزرا، جا پارک و اینا سخت بود، گل و اینا هم بودش. بعد مادر بزرگ من آلزایمر داره. من داییم گفتم من میمونم تو ماشین، شما برین سر خاک و اینا دیگه مادر جون پیاده نشه. واسه چی باید پیاده شه فلان. ای خدا. بعد قشنگا بایاس ندارن. آره اصلا پیاده شدن و رفتن و اینا. من تو ماشین بودم، مادر جونم پشت بود. اون نوح خون گفت آقا یدالله مامان بزرگم آلزایمر دارن دیگه. گفتش که آقا یدالله که اسم داداش منم آقا یدالله است. آقا ما یه اشتباهی کردیم، گفتم خب داداشت فوت شده دیگه. آقا اینو نگفتم. مادر بزرگ من یهو مثل ابر بهار، مثل این کارتون ژاپنیا شروع کرد اینجوری گریه کردن. خب گریه کردن تو این دایم برگشت، یعنی فقط تو یه دقیقه رفت و برگشت گفت به مامان من چی گفتی؟ این حالش خوب بود چیکارش کردی؟ گفتم بعد یه دقیقه فراموش که خیلی عجیب بود، اصلا بیخیال شد. یکی از سخت‌ترین چیزا آخه میگن خبر فوتی که دادم به یکی دیگه. من تجربه اینم داشتم. آره. و اصلا شما میدین اوکی ما این قضیه؟ توش من که خیلی دادم، من به مریضا که خیلی زیاد دادم. من خبر فوت مادر بزرگم به پدرم من دادم، چون بابا اینا تهران نبودن. به من زنگ زدن گفتن، من زنگ زدم گفتم. اون سخت‌ترین بود، ولی بابام خیلی اوکی. مثلا به بابام گفت وای خیلی غمگین شدم و اینا، در همین حد. من شوهر خالم فوت شدن، پسر خالم منو مأمور کرد، یعنی پسر خالم که بزرگتر از منو مأمور کرد برم کرمان، چون دختر خالم کرمان دانشجو بود، برم کرمان بالاخره یه جوری بیارمش. و واقعا یکی از سخت‌ترین تجربه‌های زندگیم بود. یه ذره این پروسه عجیب بود، یعنی اینجوری بود که مثلا ظهر فوت شد، من مثلا ساعت 9 شب اولین بلیت به کرمان رو پیدا کردم، رفتم آوردمش و اینا. و اون لحظه ای که مثلا منو بعد رفته بودن بازدید از یه فکر میکنم مثلا معدن تور و اینا بود که اصلا من اون به یه بهونه پسر خواهم لایو لوکیشنشو گرفته بود. من اینجوری که رسیدم دم اتوبوسشون، خب واسه منو دید یه جوری شوکه شد که من با تمام دروغایی که میگفتم یه جوری متوجه شد و خیلی سخت بود، واقعا سخت بود. ببین اینم خیلی عجیبه. خب مثلا چه میدونم بگن تو داری میری، مثلا میدون این کارو خیلی میکنن که تو گفتن باش اون مثلا پیشش باش اون لحظه که میخوای خبر رو بدی. میفهم مثلا خوش یه ذره من عجیبه. کلا این کار مثلا من زیاد دیدم نمیگن یا میگن یه جوری بگو نفهمه اومد بفهمه چیزای این شکلی. آدم امروزی بعد آی کیو بالا متوجه میشه دیگه. یعنی مثلا منو اونجا دید متوجه شد دیوونه است مگه یارو مثلا یهو وسط بیابون این ظاهر شه مثلا منو برگردونه تهران. نه متوجه شد خدا همش کنه. ولی تجربه خیلی سختی بود. واسه خودم واقعا تجربه لحظهش سخت بود. برای تو که خیلی کار سختیه، تویی که تو اون پوزیشن قرار داری. سر شوهر خالم بود که رامتین قرار بود بگیم، رامتین شمال بود، شوهر خالم من خودم شب مثلا تو برنامه کافه بازار بودم، مثلا واسه برنامه یهو فهمیدم مثلا بعد یهو اصلا مشخص شوکه شدم خودم. بعد شوهر خالم از این آدمایی بود که تو باورت نمیشه فوت شده. خیلی آدمایی که شوخ و اینا تو نمیتونی باور کنی مثلا یارو فوت شده، خیلی تو شوک میری. بعد یه سوسن فرض پر رامتین تو راه شمال
دیگه یه ذره مثلا بهش بگن دیگه رسید اینجا، مریضینا قرار بود بگیم ها یعنی نه سکته کردی خیلی بده دیگه، این خیلی سخت‌تره. برام یعنی تو پروسه آمادگی وجود نداره، خیلی سخت. تو پروسه مهاجرتش هم بود اون موقع، اون واقعا نمیتونستیم مثلا من که گفتم من عمرن نمیگم مثلا ابدا نمیتونستم، خودم شوکه بودم. ته برنامه اینم بهش برسیم یه ذره. واقعا نمیشه گفت امیدوارم واسه هیچکی پیش نیاد، چون از بدو تاریخ تا انتهای تاریخ این پیش خواهد اومد، ولی تنها چیزی که وجود داره سعی کنیم که داغداری و عزاداری و اینجور چیزا واقعا سر جای خودش، یه ذره تو خودمون فرهنگ مواجهه با این داستان رو بتونیم قوی کنیم. یعنی تسلی دادن، نمیدونم اون دوره سوگواری، اینا رو روش کار کنیم. سری روز اول نگیم چرا مرد، میدونی چی خوابشو دیدم. آره این حرفا نزنیم. آره مثلا ما فرهنگشو نداریم، واقعا فرهنگ عزاداری رو نداریم. یعنی معمولا مثلا هر کسی که عزیز نزدیکی از دست میده بین 6 ماه تا 1 سال که زندگیش اصلا پاشیده، اگر خودشون خلاص نکنه و فلان و اینا درگیرش، نمیگم هم نباشه، این دوره داره قطعا فلان داره. اتفاقا همین چند روز پیش من داشتم راجع همین با یکی از اقوام صحبت می‌کردم. ما یکی از اعضای خانواده‌مون سر فوت یکی از عزیزانش زندگیش دیگه تموم شد، عزیز من هیچ وقت زندگی نکرد. خب من داشتم میگفتم که در خارج از ایران این کی میتونه باشه؟ اینو داشتم میگفتم که به اصطلاح توی صحبت که میکردم میگفتم که این زندگیش تموم شد. ببین این در غربی ها و حتی شرقی ها خیلی بهتر از ما باش در واقع برخورد میشه. خاورمیانه ها خیلی عجیب غریبن تو این جریان، مثلا چه شرقی مثلا ژاپنی اینا، چه مثلا کشور غربی اروپایی به زندگی ادامه میدن. راستش این برای من به نظر خودم کار درست تریه. خب ببین کاملا نه خواهش میکنم. ببین یعنی چی؟ یعنی مثلا راستشو بخوای یه ذره احساس میکنم که مثلا به خاطر شرایط سختی که ما داریم آدم‌ها از این موقع استفاده میکنن برای اینکه به خودشون تایم اوت بدن. بعد گاهی وقتا این تایم اوت خیلی طولانی میشه، یعنی سالیان سال طرف هیچ وقت به زندگی بر نمیگرده. خب یه ذره به نظرم این مسئله من مثلا حالا چون یکی از دوستانم اخیراً هم مثلا یک عزیز نزدیکش از دست داد، مثلا من به واسطه اون خیلی مجبور شدم برم بخونم ببینم چجوریه فلان و اینا که بتونم مثلا هم کمکش کنم هم خودم رو یه ذره چیز کنم. خیلی مسئله فرهنگیه. مثلا توی یه جایی مثل مکزیک که جشن میگیرن، انقدر راحت و اتفاقا شیرین گذر میکنن ازش، خب به واسطه اعتقاداتشون و فرهنگشون. مثلا من چند روز پیش مصاحبه این بازیکن جدید پرسپولیس سرژ اوریا رو میدیدم که واسه یه آفریقاس، واسه ساحل عاجه. آره بعد میگفتش من مثلا شبش با منچستر بازی داشتیم اون موقع که تو تاتنهام بودم، برادرم رو از دست دادم، رفتم دفن کردیم، برگشتم و بازی کردم. میگفت چرا؟ میگفت چون به مادرم بفهمونم زندگی ادامه داره. میدونی چی میگم؟ یعنی از یه ور دیگه قضیه رو شاید نگاه میکنن که این اصلا بد نیست. من خیلی به نظرم این قشنگ‌تره، چون میدونی راستشو بخوای اون فوت خودش تراژدی به اندازه کافی هست. خب من خیلی معتقد نیستم که تراژدی اد کردن به این اضافه کردن به این فایده‌ای داره برای آدم و اصلا گور پدر همه کسایی که تحت تاثیر قرار میگیرن خود اون آدم به نظرم باز میتونه زندگی کنه. چرا زندگی نکنه؟ چرا زندگی از خودش بگیره؟ یه دوره‌ای داره قطعاً به واسطه اینکه هر چقدر بهت نزدیکتر بشه یه دوره‌ای داره. ولی حالا یه چیزی هم بگم، تجربه من در رابطه با کسانی که شاید این اتفاق واسهشون افتاده، چیزی که قطعاً میتونم بهتون بگم، وقتی از این شرایط گذر کنین واقعا قوی تر میشین. و یه جورایی بهتون بگم که اینو با مشورت با یکی از دوستام که اونم عزیز از دست داده بود بهم گفتش که خیلی به نظرم کاربردیه. گفتش که و پدرشون رو از دست داده بودن، گفتش من یه 6 ماه 1 سال داغون بودم و فکر میکنم زندگیم تموم شده، ولی بعدش یه قدرتی انگار به دست آوردم که انگار غم تحت کنترلمه و انگار که یه قله‌ای رو زدی، مثل یه رکورددار المپیک که یه قله‌ای رو زده و بقیه دیگه یه ذره واسش کاری نداره. وقتی 10 ثانیه رو زدی مثلا 12 ثانیه دیگه چیزی واسه نیست. تو فرهنگ ما یه مقدار
غمگین بودن شکوه داره. ببین ناکن تقریبا ما همه، یعنی فدا کردن خود اینجوری تو غم از بین رفتن تو فرهنگ ما خیلی مثبته. خب زیادم داریم، کسی که تو جنگ از بین رفته، کسی که برای عشقش از بین رفته، میدونی یعنی البته تو پرانتز بهت بگم تفکر شرقیه ها. بله درست میگی. خب آسیا و شرق کلا تفکر عمیق فلسفی طوری نسبت، اصلا فلسفه چیزیه که تو رو دیپ میکنه تو هر چیزی. خب تفکر شرق جهان، یعنی قسمت شرقی و ما و اون ور کره ژاپن و اون سمتا، تفکر دیپتریه نسبت به تفکر غرب. خب من خیلی دوست دارم، یعنی برای خودم این مثلا خوندن این شعری که مثلا یک نفر در عشق یک نفر میسوزه تا از بین بره، از نظر ادبیاتی چیز قشنگیه، زیبایی داره. خب ولی به نظرم این که تو واقعا این رو به معنی چون الان واقعیتش به نظر من هست، به نظر من فدا شدن برای یک نفر ارزشه در واقع توی سازمان نظام شناختی ما. به نظر این خوب نیست. دقیقاً مثلا بابای من الان تو واسه شکاری بکنی، حالا بابا امثال بابای من کلا اون دهه واسه شکاری بکنی دستشوی جا بگیری خیلی یادش میره، ولی مثلا یادش میمونه که مراسم ختم باباش نیومدی تو غم کنه. آفرین، دقیقاً همینه. بعد مرگت چی میمونه ازت؟ امانی شروع می‌کنیم بزرگتره. من خیلی دوست دارم بگن مهربون بود. من اینو خیلی دوست دارم. نمیدونم میمونه یا نه، ولی چیزی که مثلا خودم دوست دارم اینه که آدما که فکر میکنن بگن خورده شیشه نداشت، مهربون بود، مثلا خوبمونو میخواست. این دوست دارم. من چیزی که خیلی واقعا دوستش دارم بعد مرگ اگه مثلا بمونه اینه که وقتی اسم من میاد تا این خنده میاد زودهنه. بعد مرگم نمیدونم، به خدا نمیدونم چه سوالیه، نمیدونم. برای من به نظر چی مونه؟ همه در مورد چی بیشتر از صحبت میکنن به جز خسیس بودن؟ آدم مثلا ساده ای بود. منو مومیای کوچیک کنید، یه مومیای کوچیک. بخوایم هم نمیتونیم بزرگ کنیم. قرار نیست فیزیکی ازت چیزی بمونه. فیزیکی بمونه. نمیخوایم فیزیکی. یادتون میره. اسمت بیاد، یه چیزی اسمت بیاد همه یادشون بیفته. یاد مارادونا بیافتید. خب چی بگم آخه؟ گفتم تو قبرت نیم بها میشه. یکی دیگر هم دفع کنیم، یکی دیگر هم کوچولو پیدا کنیم. بس بود تو سری باید پیدا کنیم. آره دوتایی یکیش کنیم. این شعر از حسین جنتی، واقعا جدی ها شعره. بالا تو باید خودت چیکار میکنی دیگه؟ امیرعلی صدامو دالبی کن، ریورب بده. اگر ز گور به جایی دری نباشد چه، وگر تمام شود محشری نباشد چه. گرفتم این که دری هست و کوبه ای دارد، در آن کویر کس دیگری نباشد چه. چنین که زحمت پرهیز بردم اینجا، به هیچ کرده اگر کیفری نباشد چه. برنده کیست در این بازی سیاه و سپید، در آن دقیقه اگر داوری نباشد چه.